برم. نه اوزلیم تشکر ما خودمان میرویم. من هم به همون طرف میروم. بیاید برم. راستیگه ما خرسند میشویم. ما را برده رسانید. مکتب من پیسند آمد. بیا شین. پدر دستمانا رو پرسید؟ نه نپرسید. شهریه رو دیده با فکرم فراموش کرد. شکر. حاضر فراموش کرد. تمامی عمر فراموش نمی کند کو یک روز نه یک روز باز می پرسد. اگر این مراتب پرسد گویی که فخریه من دیگر دروغ گفتن نمی خواهم. باید که به همه این خاتمه دهم. یعنی چی گفتن میخواهی؟ نزدی مجید ارجاغلو میروی؟ چی کار میکنی یاسومان؟ مادامی که به بحر رفتیدم رفتنم لازم فخریه. قپیدم قره می افتید. آن چیز ویرانه است. چی شده است؟ نمیدونم. ماه گذشته خریده بودم ولی کار نکرد. امروز برای تعمیر میبرم. اگر خواهی من خودم تعمیرش کنم. تو تعمیر کرده میتوانی؟ میتوانم. یعنی میتوانستم. حالا باشد فراموش کردم. پیشتر با این کار سر و کار گرفته بودم. دخترها در کجایند؟ وقتی که من اینجا اومدم آنها به پایان رفتند. شهریه دخترم آسان نیست یک عائله شدن. برای این وقت لازم است تا که بینمون هم دیگر فهمی شود. هیچ گپ نی من میفهمم. اوزلیم مرو در همین نزدیکی و فرار. نمیشود. من شما رو برده میرسونم. نه لازم نیست. شرط نیست مرو تو محله برده رسونی. برای چی؟ برای اون که یاسومان میبیند و هم مثل تو رشت میکند. اوزلیم الو پدر جان، شما میدونید من در کجایم و با کیم؟ جاو خوبش فرایم. با شمسی. بله هم کورس آوازی بهترین داشتم. پدرم با تو گپ زدن میخواهد. گوش میکنم. برای امشب از خانه بر اومدن با تو یگان فکری خوب کردنم لازم یاسومان. فخریه نمیدونم چی کار کنم. عذر که تو رو مجبور کردم که با پدرم صحبت کنی. مرا ببخش. فخریه تشکری زیاد شمسی. این خودش چی گپ؟ چی کاری احمقانه؟ من بعد این کار میدونم با او چی خیل رفتار کنم. فخریه شد تمام. مگر من با ماشین مجید تا نزد در یگان بار آمده بودم؟ شمسی رو دیدی چی کار میکند؟ با یک دختره در ماشین سیر و گشت کرده گشت است. یاسومان انا دیدی آمده کنم. من در رو نمیکشایم.
در رو کشو در رو مشکنم حاضر одами ношинос нест апай гултен шамсӣ аст این خیلی ممکن است مگر کشو دخترم شرمنده میشویم در بین همسایه ها ایستید نکشوید گفتم من دیگر شمسی رو دیدن نمیخواهم یوسمان در رو کشو شمسی تو چی کار میکنی؟ این کارم خوب نیست. بعد گپ میزنی. خدایا توبه. تو دخالت شمسی نکن خدایا توبه. یوسمان کجا گفتم چی گپ است؟ گلتر چی شده است؟ برای چی در رو نمیکشویی؟ ما با دختران نشسته بودیم ناگهان شمسی به مثل دیوانه در رو زدن گرفت تو در رو کشویم ما برای همین ترسیده نکشودیم این بچه چرا به این احوال گرفتار شده است؟ چند مراتب کاتبم رو به نزد تو روان کردم گفتم میتوانی برای چی به نزد من من آمده نمیتوانم کار دارم با من گوش کن با من خیر رفتار نکن چی کمبودی داری راستش رو گپ زن مجید کمبودی من پسری تو منبع اساسیش همسرت تو چی گفتن میخوایی کمبودی تو معلوم شد حسد بردن کار را کی میکند و گناهگار کی است حالا من در میدان نماندم شکر صاحب همه چیز هستم بله تو صاحب همه چیز هستی فروغ بغیر از تو با من چی کار میکنی فروغ آن راهی که بینمان است ویران نساز چه خیل راه کریم همین همراه شد مگر کنی گپ زن عاقبت این راه چی است عاقبت آخری راه رو هیچ کس نمیداند فروغ لیکن آغازش رو میدانم تو خطا را از راه میجویی یا از راه گذر من اینش رو نمیدانم اما من از آغاز این راه خانه‌دار بودم من تو را فریب نکردم ممکن تو خودت رو فریب کرده باشی تو یک چیز رو از خاطر نبرار که من شخصی عائله دار هستم جوانی است که زمانی ما دیگر بود آنها ترسیده یکدیگر رو دوست می‌دارند انسان اگر کسی رو دوست دارد نمیگذارد که کسی به معشوقه سخن گوید یا اینکه یگان رفتار اوجا کند دستپانه یاسمان چی شد گلتر؟ من فراموش کردم در این باره بعدی آمدن شهریه و خبری مردن پدرش تماما از خاطرم بر اومده است من یک رفته دختران رو خبر گیرم بیچاره شهریه دخترم از اومدنش تا حال نفهمیده است چی گپ شده است گلتر یک چیز دیگر چی شده که؟ شهریه کمی لباس های اوریان می پوشد میدانم از خانه بیرون نمی براید اما خودت میدانی که در خانه من برای همه گشوده است برای همین خوب میشد که با او کوتاه کرده میفهموندی مایلش خواطر نشوید من با او صحبت میکنم چرا شمسی رو اینقدر عصبی کردی؟ گناهگار یاسمن نیست دوگانه بلکه شمسی برای همین باید شمسی عذر پرسد راستش را گویم در وقت عذرخواهیش من چنان ترسیدم که در وقت عصبی بودنش پیم را نمیابید برای چی اینقدر بسیار میخواد یاسمن پدر در پایان در خیزه در باره دستپانه و شمسی میپرسد مگر بعد این قدر حادثه
بس کنید بگویم یک مسئله است مادر نآمد جنگش برآمد. همین خیلی نبود مگر شب هم شد. یاسومن چی کار میکنی؟ من باید از خانه برایم فخریه، اما نمیدونم چی خیل. یعنی مجید ارجاغلو رو میبینی همین خیل نه؟ وای وای وای، اگر این مراتبه درباره نقشای کشیده‌تون نگویید از شما خفه میشم. ما چی گفتن میخواستیم؟ چی نقشه دارید؟ کدامتون نقل میکنید؟ چی گفتن میخواهد یاسومنی ما با اون مرد مشهور؟ پلین تلفنت زنگ میزند. وای در همون نمیشنود. تو خودت جواب ده دخترم. الو الو پلین؟ با فکرم من دیگر جا زنگ زدم. نه دیگر جو زنگ نزدید. این تلفن پلین، اما من پلین نیستم. من گلرو خواهرش هستم. سلام گلرو، چی خیل تو؟ خوبم. وقتی که دیدم تو زنگ میزنی جواب دادم. چند وقت بود که تو در پاریس بودی. من بسیار گپ میزنم، اما تو مرا یاد چرا داری؟ در یاد ندارم؟ تو همان دختره که زردک هستی. من کلان شدم. ها پلین عین حال جواب دادن نمیتواند. دیرتر به اون میگویم که به تو زنگ زند. تو بازدید. همش همین است؟ کم است. نه کم نیست. این دختر یک کاری کرده باید امشب از خانه براید. میفهمم فخریه. من باشم برای مجید ارجاغلو شده اخبار رو گویم میکنم. من با او نفرت دارم. دست پانم را از دستش گیرم، دیگر برایش نگاه نمیکنم. خواهش میکنم دروغ نگو. برای رفتن یگان دروغ نمانده است دیگر. مادامی که امشب باید از خانه برایی، کاری کرده تو رو از خانه میبرم. روزی وزنین بود امروز. آمدنت رو نفهمیدم. وقتی که شما رو در نزد این رسم نبینم در حال حس میکنم که یگان گپ شده است. نه یگان گپ نشده است. مادر شما در این رسم چی رو میبینید که من نمیبینم؟ یک دقیقه سوال رو دیگر خیل میکنم. در این خانه مصوره های آویزان شده تیسیس ایواز شده. چند سال است که ایواز نشده بودن. برای چی؟ برای اون که در این مصوره چیزی است که در این خانه نیست. چی بوده است؟ تو چی میبینی؟ هیچ چیز رو؟ راست میگویی. برای اون که حالا نمیدونی چیزی رو که از سرت نگذارونده و مزهش رو نچشیده ای تصویر کرده نمیتوانی. اونور زنگ زده بود. من جواب دادم. چی میگوید؟ به من هیچ چیز نگفت.
خودت زنگ زده پرس. میدونی اون مرا در خاطر دارد. در خاطر دارد گلرو. چند سال پیش کجایی که میرفتید مرا همراه خود نمیگرفتید. بعد اون فرانسه رفت. بعد چند سال آمد ولی ما هم دیگر رو تا حال ندیدیم. با مجید زنگ زنم. نمیزنم. پلین آنور برای چی به فرانسه رفت؟ برای عشق. با مثل دیوانه ها عاشق شده بود. کی بود اون دختر؟ تو میدونی؟ با ما نگفت. برای فراموش کردن اون دختر به دیگر دولت رفت. حالا او رو فراموش کرده است؟ میگوید فراموش کردم، اما باوری ندارم. یا اینکه عاشق حقی نبود. تو از کجا میدونی؟ اگر فراموش کردم گفته باشد فراموش کرده است. کجایی که روی محبت حقیقی رو فراموش کردن نمیتوانی گلرو. من همه چاره رو دیدم، اما فراموش کردن نتوانستم. وقتی که خودت عاشق شوی بعد گپ‌های مرا درک میکنی. یاسومن یگون فکر کردی؟ تو چی؟ یاسومن این رو خالی برده مونده ای دخترم؟ عاشق شده از چی؟ یک فکر دارم. گوش کن. مادر من باید امروز برایم در دیگر جای می شوم. شب خوش. مجید بر وقت به خانه آمدنت مرا شاد میکند. پدرت هم میآید. یک جای خوراک میخوریم. واخوری مهمی دارم. میفهمم. با پلین؟ نه دیگر کس. راستش رو گویم برای شرکت نو حصه های تقسیم کرده بین من و پلین خیلی فکر خوب بود. تشکر زیاد. مجید پدرت باید در این موضوع با تو گپ میزد. فکر میکنم وقت نیفته است. یگان کمبودی است؟ نه کمبودی نیست، اما یک مسئله مهم است. در حقیقت این به شما تعلق دارد پسرم. در اصل رسم شدن شرکت برای پدرت و عمکت سلیمت یک شرط است. شرط؟ بله. چی شرط؟ خانه دار شوید. مادر بین ما هیچ چیز نیست. یاسمن برای چی شمسی عصبی بود دخترم؟ برای چی در رو نکشودی؟ او مرا مجبور کرد که بگاه به سیر و گشت برای من. گفتم که به اجازت نمیتوانم. فقط همین قدر. زنگ زن. زنگ زنم؟ زنگ زن به اینجا بیاید دخترم. چیزی که گفتن میخواهد در پیش من بیاید. خیستخا ممکن شمسی امروز ناید. برای چی؟ چی ضرر دارد؟ یگون ضرر ندارد اومدن گیره. اما من میخوام هموم کنم. خودتون میدونید هموم در نزد میمون خونم. خیر هیچ گپ نه. به من فرق ندارد اومدن گیره. این خیل نمی شود. باز یگان روزی دیگر می آید. یاسومن خوب هستی دخترم؟ سرم درد میکند عمه جان. شب درست خوب نکرده بودم. به شمسی گویی که دیگر در این ما را زده داد و وای نکنه.
چی کار کنم پدر؟ شمسی را التجا کنم یا اینکه با دستانم دهان شمسی را بندم می شود؟ یعنی اگر در کوچه یگان حادثه شود شما باز مرا گناهگار می شمارید. از شمسی به من چی؟ یاسومن به تو چی شده است دخترم؟ هیچ چیز نشده است اما خسته شدم. خسته. یاسومن التجا میکنم او رو سرزنش نکنید. ماند امروز خودش تنها ماند. میلش مثل تو دنیا ندیده فصل عشق ما رسیده. تشکر زیاد به تو شهریه. هیچ گپ نه. من کاری نکردم. اگر تو نمیشودی من چنین بازی رو نمیکردم. زود اومده شو باز دیر نمانی. بخیر است. به مغازه محله میروی؟ چی شده است؟ همین رو میپوشم. مگر میشود با چنین لباس به نزد مجید روی؟ برای او میشود. شمسی زنگ زدن گیرد جواب نمیدهم. زودتر شهریه مرا از اینجا برار. به خدا یاسومن با این احوال نمی شود. یک دقیقه. گیر این رو. زود باش. حالا تو رو آرو دادن لازم است. نمیخواهم شهریه. پشیمان میشه. با او نفرت دارم. هیچ گپ نه. زنها به مردهایی که نفرت دارند برای به نزدشان رفتن خودشان رو زیبا میکنند. این به تو کمک میکنند و خودت باوری حاصل میکنی. همین طور نه؟ اکنون تو رو آرام میدهیم. هیچ گاه بیرنگ و بار به بیرون نبرای. اکنون بیا. شمسی به تو چی شده است؟ تو نگویی که به کجا میروی؟ تو رو نمیگذارم که روی. سرده اپا رفته با یاسومن گپ زنانه. در همین بیوقتی چی فکر میکنه تقوی فست؟ تو عقلت رو خورده ای؟ فرقی ندارد. شمسی کنی کشوده شو؟ خیلی زیبا. وای
من بندم جورا جان بدتر زنگ میزنم. خدایا توبه. جهان نزاکت اپا. بخشی شما تلفن شمسی زنگ زدید. فکر کردم که شمسی بر اومد از خانه به نزد یوسمان میره و دو پایش رو در یک موزه انداخته گفت که در میره همین به وقتی؟ مایلش نزاکت اپا. من حاضر به نزدش میروم. شب خوش. مایلش تشکری زیاد. شمسی خدایا توبه. گلترین خیل نمی شود. در نزد مردم شرمنده می شویم. اگر شمسی در حقیقت یوسمان را دوست دارد با مادرش آمده روزگی ما را گیرد. هیچ نباشد انگشتری اندازد. بگذار فاتحه شدنی شمسی و یوسمان را مردم دانند. چیکار میکنی؟ زود باش. زود گمشش. با کجا اکا؟ با یوسمان گپ زنان میکنم. تایستاغو؟ با یوسمان گوی که با پایان فروید. با او گپ دارم. بیچاره خوب است. کمتر پیش خسته دارو خورد و باز خوبش برد. با یک عذاب خوبش برد. اگر خواهید او رو بیدار میکنم. یوسمان مایلش نه، من بیدارش میکنم. بعد باز خوب میکند. سحر صحبت میکنیم. خوبی خوش. اصلیه طبق و کاسد رامانو با اینجا بیا. دستم رو سرده، من کار دارم.
Çok güzelsin تو kızım خیلی ya. زیبا شده ای. نکن امری. تلفنت را کش. چی شد؟ جواب نداد؟ مشغول است. برای اومدن دختره چی ها آماده می نمایی؟ برای آن زنگ زدم که شیرینی آماده میکنم. اصلی دوست میدارد اما نمیدونم با شکلات یا با بنان آماده کنم. همین را پرسیدنی بودم. هر دویش هم می شود. باز پیروگ و خورش کارتوشکاکی آماده میکنم. با تو آماده میکنیم. باورم نمی آید که مرا میبینم. مادر جان، من همه را خیلی یاد کردم. چرا آشخانه را تازه نکردی؟ حاضر میکنم. و فکرم تو در خانه مادرت هم همین خیل بودی. نه این خیلی نبودم. گلرو، با فکر تو کدامش بهتر است؟ اینش خوراک شام نمیخوری؟ من نیم شب دیگر جا میروم. این خیل باشد تو بازدید. گلرو، با فکرت مویهایم را بندم یا اینکه؟ با فکرم خودت را زیاد زحمت نده. من رفتم. همه چیز آماده است؟ بله جنابم. مایلش برادر، تو میتوانی روی. باقی مونده‌اش را من خودم میکنم. شب خوش. شب خوش. من کوشش میکنم که بینمون یک دیگر فهمی شود، اما نمیدونم چی میخواهد یاسومن. چیزی هست که من به او داده نمیتوانم. برای چی ما همه وقت یک دیگر رو نمیفهمیم؟ نمیدونم. چی خیلی میفهمی جورا جان؟ دیروز برای یاسومن خوب است، امروز نخوب. تو مرا کی خیال کرده ای؟ آیا گفتم میتوانی من کی هستم؟ کی هستم من ها؟ عذر میخواهم. عذر نخواه. یاسومان برای چی ناراحت شده ای؟ در مابین بحر با یک شخص ناشناس تنها بودن هر کس ناراحت می شود. یاسومان همه مرا میشناسند. تو کی هستی؟ شما تا حال خوراک ما نخوردید؟ پدرت را انتظاریم دخترم. شاید در راه باشد. با یک بخوری مادر جان. جواب نمیدهد. مجید است؟ بله. با این شرکت سرم گرنگ شده است. انشاءالله با شوهرم هم کار میشه. الو آقا نور، خوب هستی؟ تشکر، من خوبم. مجید بزنگم جواب ندهد. فکر کردم با تو هست.
فهمو مادام که از کار برآمده باشد به کشتی رفته است. تو از کجا میدونی که مجید در کشتی است؟ تو خودت امروز گفته بودی. تلفن رو خاموش میکنم تا باز دیگه. ایستا پیلین، فکری به کشتی رفتن را نکن. بلا سند. چه شد؟ زنگ زدی که با من موفقیت گویی؟ مجید، من به تو نگران شدم. آیا یاسمن آمده است به کشتی؟ یعنی گفتنی هم که اگر نآمده باشد ما میتوانیم واخوریم. پای قدم زنگ تو بوده است آمون. خوش آمدی. زیاد ایستاده نمیتوانم. خوراک شام؟ در اصل من خیر گپ زن. اگر اجازه دهی من کشتی رو کمی رونده بعدا خوراک خوریم یک جایی. نه من وقتی زیاد ندارم. یاسومان امشب تو با من خوراک خورده بعدا رقص میکنیم یک جایی. میخوام هر چیز زودتر دست بانم رو گرفته از اینجا روم. وگرنه آن واقعی که آن شب گذشته بود باز به یادم میآید و تو آنگاه میفهمی که چرا من از اینجا زودتر رفتن میخواهم. به خدا جبر نکنی یاسومان. در فکر من کم خاطره هست که با تو علاقه دارد. تو را تا حال فراموش نساختم. چی شد؟ هیچ چیز نشده است. زیخ شدم. خواستم کمی با تو صحبت کنم. میلش گپ میزنه. بیا در آشخانه گپ زنیم. یاسمن خوب است. من خوب کند. شهریه یاسومان در کجاست؟ به واخوری رفت. در سیر و گشت با کشتی. ای خدای من. فکر میکنم که خوشت نآمد. من گرسنه نیستم. برای این شب تو چقدر به خودت باوری داری؟ باور نکنم. آن شب مردی که دستش رو گرفته از پیش من رفتی کی بود؟ چرا میپرسی؟ خواستم دانم. اگر خوراک خوردن رو تمام کرده باشی من میتوانم دست پانم رو گیرم. نه جورا جانی خیلی نمیشود. پس چه خیلی میشود؟ از روی نقشه پگو به نزد در خونه یاسومان میروم. جورا جان تو هر روز به نزد در آنها میروی؟ نه جورا جان این نوبت مثل هر وقت نمیشود. پگو رفت از همه که فایز دست یاسومان رو میپرسم. پس موفقیت جورا جان. این دست قدر به تو ارزنده است؟ بله. در اصل راست میگویی. الماس نقره و سنگ قیمت بها دارد اساسا برای زنها. گپ در سنگ های قیمت بهایش نیست بلکه در بوی در آن بوده است. در آن بوی مادرم است.
تحفه دستان مادرم است. برای ما بر این آدمان خاطره از سنگ‌های قیمت بها و مال و ملکی که شما دارید خیلی قیمت‌تر است مجید. باوری دارم که این دستمانه مادرت از این روز پس برایت ارزنده‌تر خواهد شد یاسمین. با من رقص میکنی؟ اگر در خاطر داشته باشی ما همان شب در اینجا باید میرقصیدیم. مایلش. الهو این دختر صحت و سلامت برگردد. آه یاسمن آه. به این خونه نگر. راه بر شمسی. اما گوش کن، گوش کن. جولا جون، این خونه مثل دیگر خونه ها نیست. نگاه کن به خونه های اطراف. چقدر خونه است؟ انا شمسی رفتیم. در این خونه دختری است که دوستش میدارم. شاید او مرا در خوابش بیند. رفتیم جولا جون، رفتیم میرویم. شمسی رفتیم. شمسی benim sözlüm.
به کنجی خانه خود مردن از غم، بحث کردن طمع از دست آدم. زبدگویی زبانی خود نگه دار که بر قصدت بود همچون سیاه کار. کسی در هیجان کوبد دری را، دری او را بکوبند از دیگر جا. رفیقی کن همیشه با اصیلان، مکن هرگز گذر سوی کسی زان.